ناحیه سیمونوف شهر مسکو روز 11 آگوست سال 2022 حکم دو برادر از تاجیکستان را که به حمله به کارمندان پلیس متروی پایتخت روسیه عیبدار میشوند اعلام کرد. دادستانی شهر مسکو در کانالش در تلگرام خبر داد که دادگاه این دو برادر را بر اساس قسم یکم ماده 138 کودکس جنایتی روسیه با استفاده زورآوری نسبت به نماینده دولت گناهکار شناخت و عمر رسول جانزاده را به 3 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی و برادر کلانی او سید اکرم امرویف را به 2 سال و 6 ماه زندان نیز نظامش عمومی محکوم کرد. دادستانی گفت عیبدار شوندگان در رفت مرافعه دادگاهی گناه خود را اعتراف کردند. قبلا معاون دادستانی متروپولیتن مسکو که در این مرافعه باعث عیبدار کننده دولتی اشتراک داشت از دادگاه برای هر دو برادر 3 سالی حکم زندان خواسته بود. بنا به خبرها شام 17 فوریه سال 2022 کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکایا سید اکرم همرویف سال تولدش 2000 را برای تفتیش حجت‌هایش منع کرده او را به حجره پلیس برده شدند. آن مرد ناروزگی کرده است و کارمندان پلیس او را به زمین خوابانده دستانش را به پشت تاب دادند. در همین لحظه طوری در ثبت دیده می شود یک نفر دیگر به کمک مهاجر دستگیر شده شتافته با هر دو پایش با شست یکی از کارمندان پلیس را زده از پای افشاند. سید اکرم را در جای حادثه و عمر را روز دیگر دستگیر کردند. پدر آنها رسول جان امرویف بعد چند روز این حادثه در یک مراجعتنامه ویدیویی گفت از کاری که فرزندانش در ملک مسافری کردند راضی نیست. رسول جان امرویف گفت پسر یکمش سید اکرم 21 سال و دویمش عمر همگی 18 سال دارند و عمر که بار اول به روسیه رفته بود حتی نمیدونست که پلیس را زدن ممکن نیست. پدر سید اکرم و عمر گفت وقتی که عمر دید است که کارمندان پلیس برادرش را به زمین خواباندند ناموسش آمده است و از سر قهر به پلیس حمله آورده یکی آنها را با شته زده است.